چقدر این خدایان ساختگی، پیرای طریقت و این مریدای بدبخت دین و ایمان از شما گرفتن، به جایی که خدا رو راضی بکنن همینجور میلرزن جلو شیخاشون، جلو این قلب باید آزاد بشه. آزادی این قلب عبادت رب العباد داخل بشه. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میخوای دلت بزرگ بشه؟ الم نشرح لك صدرک. قرآن دل انسان بزرگ میکنه.